به نام خدا، عرض سلام و ادب خدمت همه عزیزان. با جلسه سوم از درس مهندسی ژنتیک در خدمتتون هستیم. البته در جلسه سوم داریم ادامه فصل دوم کتاب کلونسازی ژن و آنالیز دی ان ای نوشته تی ای براون رو برای شما ارائه میدیم. در این فصل داره به حاملین ناقلین کلونسازی ژن صحبت می‌کنه. پس حاملین کلونسازی ژن همونطور در ویدیو قبلی خدمتتون گفتم میشوند پلاسمیدها و باکتریوفاژها. خب مبحث پلاسمیدها را در ویدیو قبلی تکمیل کردیم مطابق کتاب تی ای براون. اما امروز میریم چی؟ امروز میریم کجا؟ در مورد باکتریوفاژها میخوایم برای شما صحبت کنیم. همونطور که میدونید باکتریوفاژها یا اصطلاحاً فاژها که به طور مخفف و خلاصه بهشون میگن فاژها، ویروس هایی هستند که باکتری ها را دچار عفونت و بیماری میکنند. خب این باکتریوفاژها یا به طور کلی ویروس ها ساختارشون چه شکلی؟ یک فاژ از دو تا جزء تشکیل شده، یک قطعه دی ان ای ساده و یک پوشش پروتئینی که بهش اصطلاحاً میگن چی؟ کپسید. خب پس یک ویروس یک فاژ به این شکل. البته یه اشاره داشته باشیم که به طور کلی ویروس ها یا دی ان ای دارن یا آر ان ای. ویروس ها همزمان هر دوی این مولکول ها را ندارن. پس ویروس ها یا آر ان ای دار هستند یا دی ان ای دار و نمیتونن همزمان هم دی ان ای داشته باشن و هم آر ان ای. خب و همونطور که میدانید اصلا ویروس ها و یا حالا فاژ ها و باکتریوفاژ ها هیچ کدام نمیتونن مستقل از میزبان تکثیر کنن، حتما باید وارد یک سل میزبان بشن و اصولا میزبان هاشون هم اختصاصیه. مثلا ویروس یا فاژی که باکتری رو آلوده میکنه نمیتونه یوکاریوت ها رو دچار بیماری کنه. حتی ویروس ها اینقدر اختصاصی عمل میکنن که گاهی اوقات وقتی میزبانشون مثلا انسان هست ممکنه این انسان حتی بافت یا اندام خاصش دوباره اختصاصی اون ویروس باشه. یعنی چی؟ یعنی مثلا ویروس اچ آی وی میاد ماکروفاژهای گلوله‌های سفید خون را آلوده میکنه، نمیتونه بره بافت‌های دیگری یا سلول‌های دیگر رو به صورت عمومی آلوده کنه. پس این رو باید مد نظر داشته باشیم که ویروس‌ها یا فاژها میزبان‌های اختصاصی دارن. بسیار خوب. اما موضوع جالب‌تر این که فرآیند عفونت اینها تقریبا مشترک است. پس اینجا میگیم چی میگیم؟ فرآیند عفونت فاژها. این 3 مرحله میشه که به طور خلاصه میشه گفت. مرحله اول در واقع اتصال به میزبان و تزریق دی ان ای کروموزومی. پس یعنی ویروس اول میاد چی میشه؟ به میزبان متصل میشه، اتصال و تزریق دی ان ای کروموزومی، به دی ان ای خودش به میزبان تزریق میکنه. دومین مرحله این که تکثیر دی ان ای فاژ در سلول، در سلول میزبان، و نهایتاً سومین مرحله عفونت اینها اینه که ساخت پروتئین کپسید و سپس در واقع جدا شدن ویروس از میزبان. ساخت پروتئین های کپسید و بهتر بگیم بسته بندی ویروس به اون فاژ. بسته بندی میشه دی ان ای و پروتئین های کپسیدش به هم متصل میشن، ساختار رو میسازه و نهایتاً چی؟ رهایش یا رها شدن از سلول میزبان. پس اینا یه مراحلی هست که یک فاژ میتونه به طور کلی طی کنه. اما فاژها چرخه زندگی جالبی دارن. فاژها میتونن چرخه های لیتیک یا لیزوژنیک طی کنن. مبحث لیتیک و لیزوژنیک خیلی عمومیت داره در میان فاژها. چه شکلیه؟ در چرخه لیتیک که میشه چرخه تخریبی به این شکل هست که وقتی که این باکتری میزبان ما باشه و
این برای ژنوم میزبان باشه، فاژ وقتی که میاد متصل میشه به میزبان، فرض کنید فاژ لامدا که فاژ هد تیل هست و در موردش توضیح خواهیم داد، دی ان ای خودش رو به درون میزبان تزریق میکنه. طی چرخه لیتیک فاژ انقدر تکثیر میکنه دی ان ای خودش را و فاژ میسازه از روی خودش که نهایتاً این ساختارهای فاژی که تشکیل میشه در انتها سبب منفجر شدن یا لیز سلول میزبان میشه، یعنی سلول به این شکل در میاد و فاژها میزبان خودشون را تخریب میکنن و همینطور اینها که فاژهایی که رها میشن از میزبان میتونن برن باکتری های دیگر را آلوده کنن و این چرخه را ادامه دار کنن. در چرخه لیزوژنیک که بهش میگن حالت های فاژ معتدل یا تمپرت یا پروفاژ، در اینجا هم همین اتفاق افتاده اول، یعنی دوباره فاژ اومده ژنوم خودش رو به درون میزبان تزریق کرده. در مرحله بعد اتفاقی که میفته این هست که فاژ در درون ژنوم میزبان میره درج میشه، یعنی فاژ به جای که اینطور آزاد باشه و تکثیر کنه دیگه اینطور نیست، میره تو ژنوم میزبان میشینه یا درج میشه، یا همون حالت که میگیم چی؟ اپیزوم، یعنی به حالت اپیزوم در میاد. و نهایتاً هرگاه میزبان همانندسازی یا تقسیم دوتایی میکنه، چون باکتری هست میزبانش فعلا دیگه، هرگاه میزبان همانندسازی میکنه از طریق تقسیم دوتایی، فاژ هم به همین طریق همراه میزبان خودش چیکار میکنه؟ تقسیم میشه و میزبان خودش رو دچار آسیب و تخریب نمیکنه، هرچند ممکنه هر آن در اثر عواملی چرخه لیزوژنیک به پایان برسه و فاژ از درون ژنوم میزبان خارج بشه، به تکثیر بپردازه و به حالت چی در بیاد؟ حالت چرخه لیتیک طی کنه. پس این میشه چرخه زندگی به حالت لیتیک یا تخریبی و یا لیزوژنیک یا به صورت معتدل یا تمپرت در میزبان. خب در اینجا همونطور که میدانید ما فاژ هایی که مورد بررسی قرار میدیم در مهندسی ژنتیک برای باکتری ایکولای، یکیش هست فاژ لامدا، یکی هم هست فاژ M13 یا M13. پس این چیه؟ لامدا اینطوری نوشته میشه، حالا بعضی وقتا شاید در راحتی کار میگیم لامدا. خب فاژ لامدا دقیقاً چرخه های لیتیک و لیزوژنیک را طی میکنه آقایان و خانم های محترم، اما فاژ M13 اینطور نیست و از میزبان خودش به بیرون جوانه میزنه، پس میزبان خودش را منفجر نمیکنه و فاژ و چرخه لیتیک را طی نمیکنه. خب یه مقدار بیشتر در مورد فاژ لامدا برای شما من شرح بدم. فاژ لامدا یک فاژی هست که یک فاژ سر و دمدار تیپیک، یعنی هد تیل هست. پس بذاریم تا ما اختصاصاً بریم یه مقداری فاژ لامدا رو چیکار کنیم؟ تشریحش کنیم. یکی از معروفترین فاژهایی هست که مورد مطالعه قرار گرفته، از اون در کارهای مهندسی ژنتیک استفاده میشه از این فاژ لامدا و به عنوان ناقل ژن یا وکتور از اون استفاده میشه که درس امروز اون وکتور کلی چی بوده؟ ناقلین کلون یا حاملین کلون، یا در واقع عواملی هست که میتونن ژن ها را برای ما در کارهای مهندسی ژنتیک منتقل کنن. یکی از ناقلین کلون در باکتری ایکولای فاژ لامدا است. خب یه ویژگی هایی داره فاژ لامدا. یکی این که یک فاژ سر و دمدار تیپیک هست، یعنی هد تیل. چجوری قیافش؟ این فاژ نازنین یک سر چند وجهی داره یا 6 وجهی داره و یک دم داره. بعد توی سر این فاژ چه قرار میگیره؟ دی ان ای دورشته‌ای فاژ قرار میگیره. خب نکته دوم در مورد فاژ لامدا این هست که دی ان ای که بسته بندی میشه توی سر فاژ، اندازه دی ان ای یا بهتر بگیم اندازه ژنوم فاژ لامدا چقدره؟ 49 KB هست، یعنی چیز حدود نزدیک 49,000 تا نوکلئوتید میتونه تو سر این فاژ جا بشه. من یه چیزی تو پرانتز بگم تو درس‌های بعد به دردمون میخوره. این سر فاژ لامدا یه گنجایشی داره، درسته که طبیعی 49 تاست، اما بین
37 تا 52 KB DNA میتونه تو سر فاژ بسته بندی بشه. اگر کمتر از 32 تا باشه، ببخشید 37 هزار نوکلئوتید باشه، فاژ تشکیل نمیشه. اگر بیشتر از 52 هزار تا نوکلئوتید باشه، جاش نمیشه توی سر فاژ. و رنج طبیعیش چقدره؟ 48 و خورده هست که برای راحتی کار در کتاب ها می‌نویسن چقدر 49 هزار نوکلئوتید یا 49 KB هست. نکته جالب تر این که ژنوم فاژ لامدا به صورت کلاستر یا خوشه‌ای هست. یعنی شما اگر به فاژ لامدا به ژنومش نگاه کنید، این ژنوم هر جایش کار خاصی انجام میده و ژن‌ها دسته‌بندی و خوشه‌بندی هست. مثلا در فاژ لامدا در این ناحیه ژن‌های کپسید قرار گرفتن، ژن‌هایی که چی تولید میکنن؟ پروتئین‌های پوشش ویروس را تولید میکنن. یه ناحیه در اینجا داریم که بعداً به کارمون میاد، در کارهای مهندسی ژنتیک بهش میگیم ناحیه غیر ضروری یا ژن‌های غیر ضروری. همچنین در این ساختار ما در وسط این مولکول ژن‌های ورود به میزبان را داریم و در انتها چی باقی میمونه دیگه؟ در انتها در این فاژ آنچه که لازم داریم ژن‌های چرخه‌ای تخریبی یا چرخه لیتیک هست. ژن‌های چرخه‌ای لیتیک. پس حالا چرا این شکلیه میگن ژنوم فاژ لامدا به حالت کلاستر یا خوشه‌بندی هست؟ به خاطر اینکه شما وقتی که یه فاژی میخواد مثلا چرخه لیتیک ایجاد کنه، دیگه ژن‌های ورود به ژنوم میزبان رو نمیخواد، اینا رو خاموش میکنه و این قسمت رو فقط روشن میکنه، یا بالعکس. یعنی این خوشه‌بندی ژن‌ها جوریه که چطوریه؟ پس هرگاه بر حسب لزوم یه سری از ژن‌ها روشن هست و یک سری از ژن‌ها خاموش هست. مثل اون دقیقا مثل اون پیرمردی که داشت لحظات آخر زندگیش رو میگذروند و یه دفعه گفت که حاج خانم کجا تشریف دارید؟ گفت من اینجا آقا بالا سرتون نشستم. گفت مثلا حسن کجاست؟ گفت که حسن گفت این آقا جون منم بالا سرت هستم. گفت مثلا صغرا کجاست؟ اونم گفت من بالا سرتون هستم. آقا جون فکر کرد اینا دنبالشون میگرده. بعد یه دفعه گفت حالا چرا پس برق آشپزخونه روشنه؟ یعنی اینم اون پیرمرد است که داره صرفه‌جویی میکنه و در واقع میخواد الکی برقای اضافی تو خونش روشن نباشه. یه مقداری ژن‌ها دسته‌بندی و خوشه‌بندی هم بر حسب نیازش. خب اما پس این ژن‌ها به صورت گروهی خاموش روشن میشه. وقتی میخواد چرخه لیتیک را طی کنه، فرض کنیم 10 تا ژن داره با هم روشن میشه و الی آخر. اما نکته جالب تر این که این فاژ لامدا هم میتونه به حالت چی باشه؟ حلقوی و هم به حالت خطی باشه. پس ژنوم فاژ لامدا به دو صورت خطی خب یا به صورت چی؟ حلقوی دیده میشه. این ژنوم خطی و حلقوی یه مقدار زیر سر یه بخشی هست که بهش میگیم بخش کاز فاژ لامدا. شاید یکی از مهمترین قسمت‌های درسمون که خیلی در موردش سوال میاد و یا در مهندسی ژنتیک بعداً به دلایلی واسه مورد استفاده قرار میگیره، بخش چیه؟ بخش کاز فاژ لامدا هست که دو نقش دارد دوستان گرامی، حداقل دو نقش دارد. خب اگر ما فاژ لامدا رو یه بار به صورت خطی پس نقش اول یک، این دو تا نقش رو بگم برای شما تا که روشن کنیم. نقش اول بخش کاز فاژ لامدا اینه که ژنوم خطی رو میتونه به صورت حلقوی در بیاره. یعنی چی؟ یعنی اگر پس می‌نویسیم ژنوم خطی را به صورت حلقوی در می آورد. یعنی چی؟ اگر من یه فاژ لامدا رو به این شکل بکشم، درشته خطی، فرض رو بر این بذارید که این فاژ 12 تا نوکلئوتید به صورت تک رشته در این انتها داره ACG ACC، حالا توالیش رو من لزوم نداره که دقیقاً همون رو بنویسیم. فرض کنید 12 تا نوکلئوتید اینجا داره، خب بعد 12 تا نوکلئوتید تو رشته مقابل این طرف داره CG CC TG الی آخر. خب بعد جوری تصور کنید که این 12 تا نوکلئوتید تک رشته این طرف با اون طرف چی مکمل هم هستن. حالا دیگه میدونید دارم چی میگم. وقتی که این دو تا 12 تا نوکلئوتید مکمل هستن که ما بهشون میگیم بخش کاز، میتونن بیان توی مرحله چیکار کنن؟
به هم متصل بشن و فاژ لامدا رو به صورت حلقوی در بیارن. چرا؟ چون این قسمتی که قرمز رنگ هست و میکشن همون بخش کاز تک‌رشته‌ای هست که وقتی میان رو خودشون برگردن میان با هم حلقه تشکیل میدن و ژنوم فاژ لامدا رو به صورت حلقوی در میارن. اما پس این شد چی؟ نقش اول بخش کاز فاژ لامدا. نقش دومی که ایفا میکنه بخش کاز، پس این کاز بریم سراغ چی؟ نقش دومش. ببینید چند لحظه قبل هنوزم پاکش نکردیم از روی تخته گفتیم که توی سر فاژ چند تا نوکلئوتید قرار میگیره؟ حدود 49,000 تا نوکلئوتید. وقتی که فاژ لامدا میاد به روش رولینگ سرکل یا حلقه چرخان همانندسازی رو انجام میده، پس دارم چی میگم؟ دومین نقشه بخش کاز رو میگم. وقتی به روش حلقه چرخان یا رولینگ سرکل همانندسازی رو انجام میده، تمام این فاژهای لامدا چی هم؟ به هم متصلن. یعنی از اینجا تا اینجا دی ان ای یه فاژ هست، دوباره این قسمت یه فاژ دیگه، باز ژنوم یه فاژ لامدا دیگه الی آخر. و اینها از کجا به هم وصلن؟ از یه محلی به نام بخش کاز. ببینید اینها مثلا از اینجا تا اینجا 49 کیبی که بره بشه یه فاژ تشکیل بده، این قسمت همینطور، این قسمت همینطور الی آخر. پس اینجا بخش کاز هست که اینها را از یکدیگر جدا کرده. یه عاملی داریم تحت عنوان نوکلئاز آ. نوکلئاز آ میاد اثر میذاره روی بخش کاز و این قسمت‌ها رو چیکار میکنه؟ از هم جدا میکنه. خب پس حالا دیگه همه عزیزان به درستی میدونن که بخش کاز فاژ لامدا چیکار میکنه؟ محل اثر نوکلئاز آز که دی ان ای این فاژها به صورت تک تک و جدا از هم در بیاد، بتونه بره تو سر فاژ جا بشه و فاژ بسازه. این نقش دوم بخش کاز فاژ لامدا چیه؟ محل برش بودن هست و بتونه دی ان ها رو از هم جدا کنه و بره این ساختار رو برای ما تشکیل بده. خب حالا یک مروری هم بکنیم در چند دقیقه به فاژ کی؟ M13. چون ما گفتیم باکتری و فاژ هایی که باکتری ایکولای رو آلوده میکنن چی هستن؟ یکیش لامدا بود، یکیش M13 یا M13. یه چند کلمه با اجازه شما در مورد M13 صحبت کنیم در ادامه فصل دوم کتاب کلونسازی ژن و آنالیز دی ان ای که پایه درس‌های مهندسی ژنتیک هست. جالبه بدانید که برخلاف فاژ لامدا، فاژ M13 دی ان ای تک رشته‌ای داره. این یکی از استثناءاته. شما عزیزان میدونید که هرگاه ما میگیم آقایان و خانم‌های محترم الان برای ما بگید دی ان ای چیه؟ میگید مولکول دی ان ای یک مولکول دو رشته‌ای هست. خب اما در اینجا ما چیکار میکنیم؟ این مولکول دو رشته‌ای را در فاژ M13 به صورت دی ان ای تک رشته طبیعی میبینیم که جزء استثناءات طبیعت هست. خب چی داریم درس میدیم؟ ویژگی‌های M13. یک، اندازه ژنوم آن یه چیزی حدود 6.4 کیبی هست. اگه گفتیم این به چه درد میخوره، در درس‌های قبلی گفتیم که ناقلین کلونسازی ژن باید اندازه هاشون چی باشه؟ کوچولو موچولو باشه، زیر 10 کیبی باشه. پس این اندازه مناسب و جالبی داره. دومین ویژگی فاژ M13 این هست که حالت ژنوم حلقوی تک رشته داره. پس دی ان ای تک رشته دارد که تاکید میکنیم بهش، میگیم دی ان ای تک رشته. اصولا مرسوم نیست، دی ان ای همیشه یک مولکول دو رشته‌ایه، اما تو این فاژ یا ویروس به صورت تک رشته‌ای هست. و کپسید اون فقط 3 تا ژن داره. 3 تا ژن اون رو کد میکنه. ژن‌های کد کننده کپسید 3 عدد هستن، یا بهتر بگیم کپسید 3 تا پروتئین داره، در صورتی که فاژ لامدا کپسیدش خیلی مفصل و بزرگه. ورودش به میزبان از طریق پیلی جنسی هست. میزبانش کیه؟ باکتری ایکولای دیگه، یعنی هم فاژ لامدا و هم فاژ M13 میزبان اختصاصشون باکتری اشارشیا کولای هست. پس چهارم چی؟ گفتیم که ورود به میزبان از طریق
پیلی جنسی انجام میشه. این فاژ M13 یکی از نکات جالبش این هست. و نکته دیگه این که خیلی برای شما شاید قابل توجه باشه، هرگز وارد ژنوم میزبان نمیشه، یعنی به حالت لیزوژنیک در نمیاد. اگر ما بخوایم یه ساختاری از این فاژ بکشیم با میزبانش، اگر این میزبان این فاژ باشه که باکتری ایکولای هست، فاژ M13 وقتی از طریق پیلی جنسی وارد میشه، گفتیم که هیچ وقت وارد، ببخشید چون من میدونستم بازم دارید ویدیو رو گذاشتید کنار گوشتون و احتمالاً توجه نمی‌کنید، افتادن ماژیک از خواب بیدارتون کرد، ببخشید. خب باکتری ایکولای وقتی میزبان فاژ لامدا هست، ببخشید فاژ M13 هست، M13 که الان درون میزبان وارد شده، هرگز چی نمیشه؟ وارد ژنوم نمیشه. این اگر ژنوم میزبان باشه، بلکه شروع به تکثیر میکنه و از میزبان خودش چیکار میکنه؟ جوانه میزند. یعنی چی؟ یعنی چرخه لیزوژنیک و لیتیک یه جورایی هیچ کدوم رو طی نمیکنه. لیزوژنیک نمیشه یعنی وارد ژنوم نمیشه، لیتیک نمیشه یعنی میزبان رو منفجر نمیکنه، بلکه چیکار میکنه؟ از میزبان خودش به آرامی به بیرون جوانه میزنه اصطلاحاً و از اون خارج میشه. خب همین ها سبب شده که ما یه مسئله رو پیش بکشیم، اونم یه تیتری بزنیم بگیم چی؟ جذابیت های M13 برای مهندسین ژنتیک. یعنی این ویژگی‌های عجیب غریبی که داره در مهندسی ژنتیک یه سری جذابیت ایجاد کرده. اولین جذابیت اینه که اندازش کوچک و کمتر از 10 کیبیه. پس یک اندازه کمتر از 10 کیبی. توی ویدیو جلسه قبل به شما گفتم که چه دلیلی داره که ما در مهندسی ژنتیک اینقدر تاکید میکنیم باید وکتورهای ما چه پلاسمید باشن و یا فاژ ویروس باشن باید اندازش هم کوچک باشه. اونجا میتونید دلیلش رو ببینید. دوم این که فرم همانندساز آن به صورت پلاسمید عمل میکنه. یعنی یه حالت چی داره؟ رولینگ فرمش حالت پلاسمیدی داره و میتونه به شکل پلاسمید برای ما عمل کنه. سومین مورد در مورد این فاژ اینه که از محیط کشت میزبان به بیرون جوانه میزند. یعنی نه چرخه لیتیک طی میکنه نه لیزوژنیک، از میزبان رو منفجر نمیکنه. جداسازی اون از محیط کشت خیلی آسان، جذاب و جالب میشه. نکته دیگه این که چون تک رشته ای هست، چهارم ژنوم تک رشته ای اون برای 2 تا کار مورد استفاده قرار میگیره. این ژنوم تک رشته ای که بسیار برای ما جالب هست. اول اینکه برای کارهای تعیین توالی دی ان ای به کاربرد داره، چون ما برای تعیین توالی دی ان ای در گذشته نیاز به چی داشتیم؟ دی ان ای تک رشته ای داشتیم، هرچند امروزه با روش‌های دیگری میتونیم دی ان ای رو برای تعیین توالی تک رشته ای کنیم. ولی حالا شما چون داریم مبانی مهندسی ژنتیک درس میدیم، بدونید که این ژنوم تک رشته‌اش به این شکل بوده که شما هر دی ان ای را که در درون فاژ M13 کلون می‌کردید یا همراه اون قرار میدادید، اون رو به صورت تک رشته برای شما در می آورد. و دومین کاربردی که این ژنوم تک رشته‌ای داره برای کارهای سایت دایرکت میوتاژنزیس یا جهش زایی هدفمند که بهش میگن سایت دایرکتد میوتاژنزیس، که شما وقتی یه دی ان تک رشته‌ای داشته باشید میتونید مقابل اون دی ان دیگری با یک سری تغییر نوکلئوتیدها ایجاد کنید و به اون متصل کنید به صورت جزئی و هدفمند. بعضی از نوکلئوتیدها رو عوض کنید و به بعضی از اسید آمینه ها رو تغییر بدید. خب این هم یه توضیحات مختصری بود در مورد فاژ M13 که خدمت شما ارائه شد. اما آخرین مطلب این که ما ویروس های متعددی برای کلونسازی در سایر موجودات داریم، مثلا مثل ویروس SV40 را داریم، ویروس هایی مثل آدنو ویروس ها، آدنو اسوسییتد ویروس ها، نمیدونم
رترو ویروس ها، لنتی ویروس ها، باکولو ویروس ها برای حشرات، جمنی ویروس ها و کالومی ویروس ها برای گیاهان و که اینها در جلسات بعد و بعدتر در موردشون صحبت خواهیم کرد. بسیار عالی. اگر میخواید ویدیوهای بعدی ما را ببینید حتما این کانال رو سابسکرایب کنید و از ویدیوهای بعدی ما استفاده کنید. لازم توضیحه که ما در این سری از ویدیوها تقریبا برانیم که کل درس‌های مهندسی ژنتیک را با استفاده از منبع کتاب کلونسازی ژن و آنالیز دی ان ای تدریس کنیم و غیر از اون درس‌های مثل ژنتیک پایه و حل مسائل اون را داریم ارائه میدیم خدمتتون، به اضافه تکنیک‌های آزمایشگاهی مثل PCR، ریتم PCR، کلونسازی ژن، کشت سلول که تمام اینها در این کانال به زودی در دسترس شما عزیزان قرار خواهد گرفت. از اینکه به درس امروز توجه داشتید بسیار بسیار سپاسگزارم.